همین قماربازا هم جنگ فکری دارن. چخیل بلیت ارزان میکنن. به طور مثال اگر 5000 بگه بلیت مردم نمیخرن، ارزانش میکنه، بلیت زیاد میکنه. مثلا 10000 بلیت نیو 50000 دونش میکنه، لیکن ارزانش میکنه 200 روبل، 100 روبل همین خیلیش میکنه. بله مثلا نرخ одна بلیت برای تو 100 روبل روسیه، 100 روبل 200 روبلش میکنه. انا تو اینکه مردم ببینه که بگه 200 روبل چیه میخره، 200 روبل بده. یاد شدیدم 130 روبل کرده است تو. 130 روبلش کرده است. 20 تومان میشه، چند تومان میشه. خیلی مهاجر در آسیا میبینه 130 روبل میگه پول یاد نمیفهم دشیره که یا یگان چیزی اندک خیلی میخرم، میگه میخره. این یکی از راهی غذای فکریه که قماربازا میبرند. دویمش این که بسیار کلمه الله استفاده میبرند. انشاءالله، الحمدلله، در حق ما دعا کنین. ما دعا میکنیم که الله سبحانه و تعالی را هدایت کنه. اگر لایق هدایت نباشی الله هلاکت کنه، تیسر گمت کنه، نابودت کنه که حرام خوری نکنی. اون روز یه مسافر دیدم اومده است قماربازی داره، بچه‌اش قمار بازی کرده است، ماشین بریده است، اومده است اکای مسافر میپرسند وایو با میگن خود چی گفتنی؟ و میگه که حقیقتا در همین خیلی شرکت بدای، شرکت بدایو گویا اگون افتسالان اومده ماشین گرفته سو قمار شرکت نام کردیان اینو. یک راه دیگر غزوه فکری جوانان را ویران میکنن تا اینکه بلیتاشون فروشن. دیگرش قماری چی؟ کنکورسی حلال. اصلا همین کنکورس گفتن درست نیست، اینا قمار باید بگیم ما، اما قماری که الله در قرآن میسرش میگه و حرامه. چی میگن؟ کنکورسی حلال. چقدر حلال؟ تو میای ساعت میخری یا آینه میخری، در دروش بلیت باشه، خیلی اگه چی بریدی میبری، نه بریدی هیچی، این حلال میشه برای که تو ساعت خری اومده سیکو. این حله هست. در کتاب المفصل فی الفقه الحنفی صاحب این کتاب این گپا را چند سال پیش نوشته گیه. این حله ها را قماربازا نه اما قماربازی پیشینه هم همین حله ها را میکردن. میومدن میگفتن چی؟ میگفتن تو دیگه چی بخر اگر در دروش بلیت باشه. تو همون لحظه ساعتو تا فروخته نمیتونستی، همه ساعتو تا فروختی که معلومه که مردم بلیت خری اومده استیان، ساعت خری نه اومده استیان. دیگر از حلهشون میگم ما کار خیریه میکنیم، ما کپروت میسازیم، ما راه میسازیم، ما بچه ها را زن میتیم. دیدن چی گفته است که من 200 تا بچه را زن میتونم، 200 تا بچه را زن میتونم. از خدا بترسین، از الله بترسین، نروین زن نگیرین، با پول قماربازا زن نگیرین که خونتون کلید میشه. او پول حرامه. اگر قمارباز پولش بره مثلا در یک جا بتامه، نیتی صدقه نکنه، از گردش فقط کش ساقط میکنه. در یتیم خانه بیوزنه یگان راهسازی مسجد ده نمیته، جای عبادتگاه ده نمیته، درست نیست. در جای در مدرسه شرعی نمیته، مدرسه قرآن نمیته، فقط یک راه جا ده یگان جای کپرک میسازن مردم چی میبره میتاموتا، فقط توبه میکنه، نمیگه که صدقه کردم. اما این 200 نفری که زن میته میگه خیر میکنم ما، درست نیست. نگیرم بچه‌ها با این راه واسطه زن نگیرین، لازم نیست. گمش که همو ناشگی خچم هم پلی حرامش زندگی در برکت نمیبینی، گمش که ناشگریش. دیگر از راهاشون حتی اومدن به جایی رسیدن که اگه مردم رو عمره روان میکنن، 20 آدم عمره روان میکنیم، عمره. ببین ده اون روز یادش گفته است که حج روی میکنم، بلیت حج دوگانه هست، حج روی میکنم، درست نیست. اما عمره رفتن با پولی همین قماربازا حرامه شرعاً، حج رفتن حرامه شرعاً. این قماره یا خی همون میسیره که الله سبحانه و تعالی در قرآن میگه انما الخمر والمیسر، میسر همین قماری هست که نمیوازی کردیسیان، نامش رازگرش یا کنکورس موندیان یا بازی نو شاه جایزه از سرت بمونه. این حرامه، این ریچسه، این پلیده، این عمل شیطانه. میگه الله در قرآن، الله در قرآن میگه اسمهما اکبر من نفعهما، گناهش از فایدهش کلانتره. و یسالونک عن الخمر والمیسر، آیت قرآن است. یعنی متاسفانه این مردم با جهل مبتلا شدن دیگه، پروپاگاندا میبرن. یه روز یادش نوشتم گفتم تا همین یک کلمه بگو، همین حرامه یا حلال نمیگه. خی میگه بگو و تو مسلمانی یک بار بگو، در پریمو افیر بود، یک بار بگو همین حرامه یا حلال نمیگه حرامه. او یک احمق دیگه یه روز ویدیو کرده است، چی میگه؟ در ویدیوش گفته است که شما اثبات کنین که برای چی همین حرام باشه. یعنی میگه عقل ما همین قبول نمیکنه که همین حرام باشه، و اینا ما کار خیریه میکنیم کو، و اینا ما کمک میکنیم کو. ای به شرف،
تو 50,000 تو 100,000 آدم فریب میکنی، یک کس کمک میکنی. یک کس، یک خولا نوشتگی در اینستاگرام بدروید در کامنتاری ما هست، نوشتگی گفته ای حسابی همین قماربازی در روسیه با شوهرم و فرزندم زندگی میکردم، همین شوهر ما قمارباز شد، چیزی که داشتم همش در قمار زد، در بدر شدیم، مجبور شدم کودکم گرفتم اومدم ترکستان، شوهرم حالی قطعی بومجو در وокзалой روسیه خوبه، در وокзалой روسیه خوبه. این قدر دشمنی و عداوت کینه‌ای که به خاطر همین قماربازا میشوه. او شخص قمارباز وقتی قماربازی میکنه یا بار بوی میته، بو میخره که ببره، تو چند بوی میته میخره 50,000 100,000. او یک کس نوشته که من 1.5 میلیون گفته ضرر کردم، من 1.5 میلیون نگیرم چه خیلی بس کنم، من باید قمار بازی کنم که اون 1.5 میلیون فایده هم که نکنم، حداقل اون پولی که ضرر کردم همراه برگردونم. این قماربازای بی‌شرف اون خونه‌شون در شیشتگیان فقط کینو میکنن خچونا. با اینا بچه‌ها بلیط ببینین، اینا ببینین، اینا ببینین، گفته کینو میکنن. اون روز یک قمارباز دیگه شد، اما در پادپیچ در کانالش 600 تا پادپیچ داره مگی. قماربازی را سر کرده سلکای. یک 19 پوسیدگی داره، رفته از پیش دیگه قماربازا، دیگه اونو کلانویش که اژدها شدگان، پیش ویو رفته با اونو ویدیو کرده است، با اونو ایرا تعریف میکنن. این بسیار بچه خوبه، بکنین دستگیریش کنین. اگه تزکیه میتونده، یعنی واقعا تازه خوب بکنین. یا ماشینی 19 پوسیدگی داره، با امور اگه در قمار مونده، در کدام بیچاره فروختن دودنیش، یعنی یا تا دیگه چیزی ماشینی پوسیدگی اورا در مسورکا باید، در متالالون باید بر بتیش. های اژدها روش که بعد ماشین کلان میمونن 100,000 $200,000 هم دیده ماشین قیمت فریب هم میکنن نمیتیان، هست دنیا هست که نمیتیان. خلاصه دوستان تقوا و ترس از الله بترسیم، لقمه را حرام نکن. امین نونی قاقای کو، نونی قاق قطعه آبی جوش اومدگی چای کبود قطعه بخو، حرام نخه، حرام نخه. این حالی ببینن همین قماربازا را الله چخن میزنه. من قماربازی را میدانم که او زمانهای پیش در کازینو قماربازی میکردن، میدانم که 36 در خانه را در قمار باید دادگی، 36 در خانه را. اگرچه بدتر توبه کرده اصلاح شد و الله رحمتش کنه، دنیا گذشته است، من فهمیدم از دنیا گذشته است، ولی شاهدیم همین حالت دیدیم. قماربازای را دیدیم که همدیگر را به قتل رساندن به خاطر پول مال. الله در قرآن میگه که انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه والبغضاء، یعنی این سلاح شیطانه، در بین شما عداوت و بغضا و کینه و عداوت و دشمنی میاندازه. از این خاطر دوستان وقتی نماز شد، دمو وقت مثال کم است، نکنین، خب نشینین، در هر نواره شما بدروین بنویسین در کامنتر که حرامای حرامای حرامای. رفیقان و دوستاتون اگر می کارا میکنن بگنشون که حرامای حرامای حرامای. اگر اصلاح نمیشون، قماربازی را ترک نمیکنن، قطعی نو رفیقی را ترک کنین، با اونو یک جای نشینین، نان نخورین. درست نیست، درست نیست. قماربازی را ترک نمیکنن، این وبای عصر شده است. ولی بعضی قماربازا از من خفه شدیان، نوشتن که درباره چی، درباره دیگه چیزا بیسو گپ نمیزنن، بیسو قمار قپیدیان. آخه مصیبت شما کلانتره، پرابلم شما کلانتره. شما مردم ویران کرده استی، شما خونه مردم سوزونده استی. همه کلانترین ماشینیکو همین شمایی. همین ماشینیکو رو فریب میکنن، حق مردم هم میخرن، کسالیو رو میمونن. شما از نو بدتری. اگر یگان تا ماشینی که بقپی توبه میکنه، خیلی میگن پولا میگردونم میتون، یگان تاش توبه میکنه. یکی قماربازای به خدا از الله دور، اینا شرم نمیکنن، اینا آشکار. الله سبحانه و تعالی هدایتشون کنه. اگر لایق هدایت نباشن، الله بزنشون که گم شوند، نابود شوند، جامعه از پلیدی اینها پاک شود. زیرا اینا لشکر شیطانن، اینا لشکر شیطانن. در شیطان کمک میکنن برای گمراه کردن مردم، اینا شیطان کمک میکنن. بله، الله نگهبانتون، بیغم باشید. خب همین صحبتی که درباره قمار کردم، همین حوزه پریامویا شما میتونین بگیرین، سوال جواب نه، ولی صحبتی که درباره قمار کردم میتونین ببرین، روان کنین، بگذار مردم تماشا کنن. شما هم دوستو دستگیری کنین در کاری، همین کاری خیر دستگیری کنین. الان فاسقا رو ببینید در کار فسق فجور اندیگرشون دستگیری میکنن. ما مؤمنان باید این کارو بکنیم، نه باید بکنیم، ما باید از اونها فعالتر باشیم. ببینید فاسقا رو همین قمار بازی کرده، سیاست دیدم پیشتر کامنتر نوشتم، با کامنتر چه خیلی میکنه که ما رو نمیبینن. جاهلای هیلگرای
бо телефон кард я рафиқша касера гуфт я чой биёр, мақсад аз калимаи чой биёр, иҷа одам гапҳои безеб нависеса биги блок шумон. Ма мефаҳмам ҳиллаи инора.